ما دختر به راه دور نمیتونیم شوهر بدیم حاج آقا. یعنی من همین یه دختر دارم، سختمونه، فرهنگامون به هم نمیخوره. این دختر من تو تهران بزرگ شده. نگران نباش، عادت میکنه. ما عروس تهرانی زیاد داریم در شهر. نه حاج آقا، عرض من این همشیره من کارم تجارت جنس میبرم پاکستان، از اونجام جنس میارم برای مغازه عبدالحمید. همشیره من غم زحمت زیادی برای اینا کشیده. ما هم برای دور راضی نبودیم. این دو جوان امرو میهن، ما چه کنیم، ما چه کاری؟ عبدالحمید سرجان من کرده چند وقته. یک ساله که با هم دیگه تلفن میزنن، عبدالحمید میاد تهران، هم دیگه رو میبینن. استغفرالله، اینا با هم دیگه فرار کنن خوبه؟ حاج آقا ما تو خانواده‌مون تو فامیل یه دونه طلاق هم نداشتیم. ما حالا خوبیت نداره آدم تو خواستگاری نباس حرف طلاق هم بزنه، ولی ما رسممون میگیم دختر با لباس سفید بره دور از جونش با کفن برگرد. ما که اصلا طلاق نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الله یبغض الطلاق و یحب العتاق. حاج آقا بله، من از روز اول هر کی برای خواستگاری فائز خانم اومد گفتم این دختر از بغل دست من جم نباس بخوره. دیگه ته تهش فائز خانم و شوهرش بعد برن سر همین کوچه خودمون خونه بگیرن. دور از جون شما باباشون که از دنیا رفت، روحش شاد باشه ان شاء الله. من دو تا بچه رو به دندون گرفتم بزرگ کردم، خیلی سختی کشید. یه نکته دیگه هم واسه به شما بگم. بفرمایید. این بچه من از مادرزاد یه پاش عیب داره. حالا آقا حمید که میدونه، گفتم شما هم بدونید پسره نگید عیب بچهش قایم کرد از ما. اشکال نداره. آره. بچه‌ش قشنگ. آخ شهاب مادر. خب عیبشو میگی مادر، ما خوبیشم بمیدی. مبارک باشه ان شاء الله. مبارک.